نه اینکه مثلا من مادر شاهد باشم بخوام اینجوری بگم نبوده تا، ولی جارو برقی واجبه. مثلا یه عیده جارو دست بلند میخوای بالا تا عنکبوت بستا، همون جارو دست بلندا پایینش نگه داری خونه رو تمیز. اما مگه جارو برقی داشته می زندگی شروع کردی می؟ من خود شدت نپتون داشته مخانه با دستمال کشی مخانه همیشه که خونه سر تمیزه. مرگت نه جارو برقی نداشتم که خونه همیشه تمیز بود. دلت با شوهرت باشه خونه تمیزه، دنبال جارو برقی مارکا اینا نباش. چند هسته؟ خواه اما مگه یک تومن تخفیف میگیریم ها؟ آبروی من نبر چیه؟ حالا مگه چیه؟ 1 تومن تخفیف که اونو بریم گاه. این چیه؟ کلمنه؟ عروس قنده به فکر؟ زمستون الان به فکر زمین سر خواهم ببری آب یخ ببری از همین الان به فکر کلمن. قربون عروس برم من. چی؟ اسپیکر چیه؟ آهنگ بخش کنه؟ دایی جون فرج تو کماه و بمومی ها و بمرده. از این بعد مگه دنبالگی مول داره؟ از همین الان به فکر رقص داری. زن یعنی آشپزی، رختشوری، قصه برای کودکان. رقص ما کلا درک نکنم. پرده حریرم که انتخاب کردی تو خونه برقصی یا همه همسایه رقص زن پسر منو ببینن دیگه. من چیز مکه بردم. میگه می عروس بی اینجا رقاصی ها کنه. جمیله باید مثل چند هزینه برای جمیله بخوایم بگیریم چند؟ حتما JBL مثل آمریکایی خانم بخرینه. این چی یخچاله؟ یخچال قدیمیه. 2 طبقه اینجوریه. چیه؟ لباسشویی ها؟ خب یکیشو برمیداریم دیگه. اونور بردار. تا بچسبسه. برنامه واسه زندگی چیه دتر؟ لباسای زیاد، لباسای مامان اینا همه رو میخوای به خونه خودت بشوری؟ تو اصلا مرتب به یه طبقه جدا فقط برای اتوی لباسای خودت خانی. تو مگه کی هستی که تصمیم بر انتخاب ماشین لباسشویی 2 طبقه یا کردی؟ هر ندیبوی ده پادشاهی کردی؟